خب اینجا اول از همه به نقشه نگاهی میندازیم ببینیم مثلا چه خبره، چه جوریه. میریم سمت اولین سالن که ببینیم اوضاع از چه قراره. اولین سالن چیز خاصی نداره، سالن 8 و 9 بیشتر بی تو بیه و بیزینس تو بیزینس. نه این نرم افزار جدیدم داشتیم مثل اینکه یه شبیه توییچ و یوتیوبه برای استریم بازی و اینا. اینجا هم تو همون سالونا بود که مخصوص دانش آموزا بود، بیان استارتاپ خودشون رو معرفی کنن و دربارش صحبت کنن. تو سالونا گشتیم تا اینکه رسیدیم به یه جایی که بازی گذاشته بودن و اگه رو می‌بردی بدون در واقع صرافی ایرانیه یه دونه تتر بهت جایزه میدن. اینجا هم که می‌بینین رفتیم جایزمون رو بگیریم، ولی هنوزم نگرفتم. من میرسیم به یکی از جذاب‌ترین غرفه‌ای که تو الکام وجود داشت، غرفه ویجیاتو و دیجیاتو که کنار هم دیگه بود. دوباره تو آفتاب راه افتادیم و رفتیم سمت غرفه‌های در واقع اصلی، غرفه‌ای که ایرانسل توش وجود داشت، ولی ایرانسل کلا خیلی چی میگن بیحال بود و اصلا جذابیتی نداشت، ولی غرفه رایتل جبران کرده بود. خیلی بخش متنوع و جذابی داشت و در کنارش همراه اومده بود مجری رو برده بود، مسابقه برگزار کرده بود، کلی جمعیت رو دور خودش جمع کرده بود. اینجا هم که می‌بینید شبیه همون قسمتی که برای دانش آموزا وجود داشت. این قسمت اون روز هم مختص کسب و کار بانوان بود. من اون وسط یهو دیدم که غرفه مازندران هم وجود داره، غرفه استان خودمون که اونم به نوبه خودش جالب بود. و در نهایت یه سری به غرفه‌های حسابداری، نرم افزارهای حسابداری هم زدیم و اینم از آخرش که تو راه جاده شمالیم و برمیگردیم خونه.